فخرالدین فروخزاده دانشجوی کورس سیوم دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه تجارتی تاجیکستان در شهر خوجند می باشد. او امروز در ترینینگ آموزشی استارتاپ چایخانه 13 که با تشبث مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوخت و دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه تجارتی تاجیکستان در شهر خوجند برگزار شد، بیزنس لایحه خود را پیشنهاد نمود. بیزنس لایحه وی تشکیل سامانه برای استادها و تمام نمودهای هنر و خدمترسانی تکنیکی و معیشی می باشد. سبب این لایحه را پیشنهاد نمودنش در آن است که مشکلات دریافت استاد را برای تعمیر لوازمات روزگار خود از سر گذرانیده است. یک سایت برای همه اینفورماسیا برای استادها جمع کرده همون سایت به وقتی که لازم میشد به یگان کس یگان استاد همون سایت میدارن مثلا و سایت نامش اکسپرس تیجی برای همون استاد دریافت کردن و کدام استادی که با کدام سمت که لازم باشن میآورند همون رو در اونجا مثلا رسم‌های کارشون هست، رقم‌هاشون هست و طرز کارشون، اصول کارشون چه خیلی همشه در از اونجا میدارن میبینن و خودشون نرخ‌های مثلا با کدام نرخ میکنن انتخاب میکنن و همون رو بعد زنگ میزنن به استاد میروند مثلا کارشون بود میکنن همین طور. این هم یک چی گویم برای بهتر نمودنی حیاتی مردمی ما، یعنی که بسیار خیلی حالت‌ها میشد که بعضا استاد در کار رو دریافت کرده نمیشود و این سایت برای همین. ترینینگ آموزشی در دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه تجارتی تاجیکستان در شهر خوجند برگزار شده 20 نفر دانشجویان از تمام دانشگاه‌های ولایت سوخت شرکت می‌ورزند. آنها دوام دور در ترینینگ آموزشی اشتراک نموده راه و اصول و طرز معرفی نمودن بیزنس لایحه‌ها را از متخصصان پیشبر یاد می‌گیرند. سپس سنه 5 سپتامبر در آزمون بیزنس لایحه‌های بهترین لایحه خود را در نزد صاحبکاران شناخته پیشنهاد می‌نمایند. مقصد این تشکل فکرانی اقتصادی دانشجویان، تقویت تفکری صاحبکاری دانشجویان میباشد. این یکم. دیگرش گپ در سر آن است که یکی از مسئله های معارف بلند برداشتن صفتی تحصیلات این نزدیک کردن نظریه با عملیه میباشد. تشبث ما یعنی تشکیل چنین آزمون سطحی ولایتی در آن است که گذراندن چنین ترینینگ ها و آزمون ها به واسطه دانش نظریه دانشجویان را با عملیه نزدیک میکنند. برای بلند برداشتن دانش‌های حقوقی و مالیوی صاحبکاران جوان با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان تأسیس داده شد. سال اول است که مؤسسه مذکور در ولایت سوخت عمل میکند و در دایره فعالیت خود یکچند آزمون‌ها برگزار نمود. مقصد دریافت نمودن استعدادها و دانشجویانی که در آینده میخواهند با صاحبکاری مشغول شوند. تصمیم گرفتیم که با دستگیری همه‌جانبه برنامه رشد سازمان ملل متحد این آزمون رو در خود دانشگاه گذرانیم. امروز من دیده ایستاده که ترینینگ ها آغاز گردیدند و 20 نفر صاحبکاران دانشجویانی که بعد ختم و فعالیت صاحبکاری مشغول میشوند در اینجا ترینینگ های آموزشی جهتی تطبیق لایحه ها چخیل در نزد مبلغ گذار یا که میگوید اینوسترها حمایت نمودن لایحه خود درس میآموزند. بهر تیار نمودن متخصصان صاحب کسب دانشکده اقدام گرفته است که اختصاصهای نو را راه اندازی نماید. باز یک نوآوری دیگر این است که من بعد دانشجو میتواند در یک وقت 2 دانشگاه عالی گوناگون را خوانده به اتمام رساند. دانشکده با دانشکده‌های خارجی کشور علاقه‌مندی زیاد دارد. یکی از دانشکده‌های اروپایی به مانند دانشگاه منیجمنتی ورنه با ما همکاری زیاد دارد. در آینده نقشه داریم ما با همین دانشکده نقشه تعلیمی را یک جای نموده دادن دیپلم دو جانبه را براه مانیم. الحال دانشجو فخرالدین فروخزاده بعد پیشنهاد لایحه نوش آمادگی خود را باز پخته‌تر کرده ایستاده است. در پیش مرحله حل کننده یعنی حمایه لایحه در نزد صاحبکاران موفق و اعضای حکمان می ایستد. اصلا مقصد اشتراک قهرمان گزارش ما در ترینینگ مذکور آموختن علم و تجربه معاصر و تطبیق بیزنس ایده های نو است.
барои амалишавии орзуҳояш Фахриддин Фаррухзода аллакай қадамҳои худро гузошта истодааст. гузориши Ганҷина Олимова, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилотии Хабар.